مشکل اصلی قدس شریف و مشکل اصلی فلسطین وقتی آغاز شد که اروپایی ها، چون یهودیت یک دین است، اسلام یک دین است و نصرانیت هم یک دین است و اسلام هم دین کدام منطقه خاص نیست که اگر ما و شما یک کسی بگویه که این دین مخصوص به مدینه هست یا مکه هست یا برای عرب است، الله متعال گفته که الحمدلله رب العالمین، بناء رب ما رب العالمین است و پیغمبر ما را هم گفته که رحمتا للعالمین است. پس خود زمین که هست، الله آدم علیه السلام بر زمین فرستاد که به ملائکه گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، ما در زمین خلیفتین میکنم. خلیفه کسی است که احکام الله را در زمین الله مطابق احکام الله تطبیق میکنه. اینال کسانی که قوم پرستی و زبان پرستی میکنن و یا دین مخصوص قوم خود و یا مخصوص یک نژاد خاص قرار میتن، اینا در حقیقت جفا میکنن در مورد دین. مسئله ای که موسی علیه السلام موسی علیه السلام تنها به بنی اسرائیل نامده بود. موسی علیه السلام در قرآن و در دیگر کتاب ها ثابت است که موسی علیه السلام آمد و به فرعون هم فرستاده شده بود. اذهبا الی فرعون، موسی علیه السلام و هارون علیه السلام اردویشان الله فرستادشان که شما پیش فرعون برین. و فرعون کل ما و شما میفهمیم که فرعون امو وقت پادشاه مصر بود. پیش فرعون رفت و فرعون ای طغیان کرده بود و این مناطق دیگه هم تحت اشغال ازی بود. موسی علیه السلام به پیش فرعون میره و شما میفهمین کلگی خبر دارن که موسی علیه السلام در خانه فرعون بزرگ میشه و دعوت میکنه فرعون به طرف وحدانیت الله. در فلسطین، اصل مردم فلسطین که در فلسطین زندگی میکردن، خواه اینا از عبرانی ها بودن و یا خواه هم از ساکنین اصلی از اونجا بودن، اینا یک تعداد از اینا به دین یهودیت بودن و یک تعداد دیگه از اینا به دین نصرانیت بودن. وقتی که بعد از موسی علیه السلام عیسی علیه السلام آمد، یک تعداد از اینا مطابق احکام تورات اینا به عیسی علیه السلام ایمان آوردن و یک تعدادی از اینا امو وقت کافر شدن. از امو وقت کافر شدن. چرا وقتی که عیسی علیه السلام آمد گفت که ما تکمیل کننده آنچه که موسی علیه السلام فرستاده هست، ما او را تکمیل میکنم. پس یک تعداد از اونا از نصرانیت به عیسی علیه السلام ایمان آوردن و اونا پیروان عیسی مسیح علیه السلام شدن که عیسی مسیح علیه السلام هم یک پیغمبر مسلمان بود. و زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی یهودی ها اونجا یک مرتبه کافر شدن بنی اسرائیل که میگفتن که ما پیروای پیغمبرها هستیم. چرا پیرو و پیغمبر کسی میباشه که وقتی حکم الله برش گفته شد. این حال ما و شما اگر ما موسی علیه السلام ایمان نداشته باشیم، یک مسلمان بگه ما به محمد صلی الله علیه و ایمان دارم، به قرآن ایمان دارم، اما به عیسی مسیح ایمان ندارم، میگیم تو کافر هستی، به خاطر از اینکه نبوت عیسی مسیح و نبوت موسی علیه السلام در قرآن ثابت است و در کتاب‌های از اونا هم به اینمی قسم امی هست که ایمان باید به تمام پیغمبرها بری و به تمام کتاب‌ها بری. پس یک تعداد از یهود با آمدن عیسی مسیح کافر شدن و عیسی مسیح قبول نکردن و حتی توطئه قتل عیسی مسیح علیه السلام اینا این توطئه را کردن که باز اینا فکر کردن کسی را قتل کردن که همراه عیسی علیه السلام بود و ما قرآن از مشان میگه که و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. بر از اینا یک شبهه شد ولیکن الله سبحانه و تعالی عیسی علیه السلام بل رفعه الله او را به آسمان ها بالا کرد که در آخر زمان عیسی علیه السلام دوباره میایه و نازل میشه.
فزاد تشوقي